سلام بچه ها، خوش اومدید توی ویدیو امروز اومدیم فیجت درست کنیم. اما با چی؟ فقط با بادکنک و توپ آبی که کلا هزینهش کامل هزینه که میگیره 18000 تومان. نمیخواد برید 45000 تومان 50000 تومان بدید برای خودتون فیجت بخرید. اما قبلش لایک و ساب بدید، کامنت بذارید بچه‌ها که حال بکنه با کامنتتون قشنگ که بتونم ویدیو بعدی براتون بسازم. راستی داخل کامنت ها جواب بدید که ویدیو بعدی چه ویدیویی بسازیم. بعد میریم سراغ فیجت. توی فیجتمون وسایل مورد نیاز گفتم بادکنک با توپ آبی و یه دونه قیچی برای پاره کردن بادکنکمون. الان من یه نمونه اینجا برای تو پاره کردم، میبینید درسته. الان من خودم بقیه‌اش هم میذارم پاره کنم. مثلا میخوام به 4 قسمتش تقسیم کنم. مثلا الان من 4 قسمتش کردم. نگاه کنید بچه‌ها. این قیچیمون هم تیز نیست اصلا. اما بچه ها راستی من حواسم به یه قیچی تیزی نیست. پشت صحنه دارم قیچی اینکی آوردم. ما میتونی از این قیچی خانه آشپزخونه است. مامانم بفهمه جرم میده. صداش نگاه. نگاه کنید بچه ها، یه چیزی توی مایه دایره شکل بیرون بیاد. بتونیم وقتی این بادکنک رفت توی این بادکنک بشه راحت این بادکنک از این توپا بیاد داخل. نگاه کنید. یه چی توی این مدل مایه بیرون بیاد که وقتی بادکنک رو فشارش میدیم بادکنک یکی بیرون بیاد داخلش. ما را میریم مثلا شما داخل کامنت ها میتونید هر رنگ دلتون میخواید بگید پارت دومش رو بسازم با یه وسیله خفن‌تر. ما را مثلا میخوایم قرمز رو با قرمز، من پرسپولیسی هستم. راستی پرسپولیسی ها داخل کامنت ها قلب قرمز، استقلالی ها داخل کامنت ها قلب آبی. ما را مثلا میخوام این بادکنک رو بزنم تو این یکی. بچه ها راستی لول شدن باید بشه که بریم داخل، وگرنه اینجوری فکر نکنم بشه. راستی هر کس هم درستش کرد داخل کامنت به من جواب بده که من درست کردم. آقا یه چی توی مدل مایه بیرون بیاد که این بادکنک رو باد بشه. الان مرحله اینه که توپامون رو بفرستیم داخل. این مدل توپا کم کم بفرستیم داخل. بچه راستی ببخشید دیگه، ویدیو اول کانالمونه، من خیلی استرس دارم، کم کم سعی میکنم که درست بشم. بچه سری داداش ما یه جمله براش بنویسید تا من همون جمله رو به اون بگم. من بچه پشت صحنه خواهش میکنم که در اتاق رو ببندن که صدا نیاد. همینجور به همین شکل میفرستیم داخل. این مدل توپا بسته 5000 تومان، نه که برید مغازه بکنه توی دستتون. آقا ببخشید شرمنده بچه، من این جمله خیلی میخندم. توپام خیلی سره. راستی نکته داره، آبم نباید اصلا بره داخلش. اگه خواستید بگید توی ویدیو بعدی داخل کامنت جواب بدید که چه ویدیویی بسازم براتون حال کنید و سابسکرایب کنید.
اگه خواستید میتونم براتون تیرکمون سنگی براتون درست کنم. تیرکمون سنگی من الان اگه تونستم عکسشو براتون میذارم آخر ویدیو ببینید. من براتون عکسشو میذارم، هر کدوم هر کس میخواست بگه داخل کامنتو طبق نظرات براشون درست میکنم. راستی بیشترین کامنتی که لایک هم بگیره به مبلغ 20,000 تومان شارژ برنده میشه. آقا یکی توی مدل مایا بیرون بیاد که من اینو الان فشار بدم بزنه بیرون، میبینید؟ اوکی، ما الان میریم برای گریم زدن. باید گریم بینی بچه ها، میبینید؟ نگاه کنید الان خیلی هم خوب شده مونده. من حس میکنم این خیلی پر الان، یک کمی خالیش میکنم. آقا این مدل باید بیرون بیاد، میبینید؟ بهترین فیلت. ما الان گریم میزنیم و شما داخل کامنت ها حتما یه جمله بگید که خستگیم بیرون بره. بچه ها شرمنده دیگه. آقا من یه لحظه به بچه ها میگم که صدا رو یه لحظه ویدیو رو قطع کنم، بقیه‌شو براتون میذارم. بچه ها ما رفتیم اینو گره زدیم و برگشتیم، نگاه کنید بهترین فیلت شد. آقا کسی فکر نکنه ما رفتیم الان پشت صحنه کاری انجام میدیم. آقا من فقط اینو گره زدم، الان ببینید راحت. من 4 تا یا 5 سراغ نمیدونم کجا، 4 تا براش گذاشتم. اینا یه دونه این، یه دونه این، به این سراغ برای همینجا به درد میخوره. نگاه کن بهترین فیلت. و نمیخواد برید برای خودتون 45,000 تومان 50,000 تومان برید فیجت بخرید. میتونید فقط داخل خونه خودت 18,000 تومان برای خودت دو تا بادکنک میخوای بخری 8,000 تومان. از این توپای دو بسته داخل هر بادکنک میخواد بریزید که سرجم میشه 10,000 تومان. داخل ویدیو بعدی هم حتما کامنت بذارید که چه ویدیو بذارم. خداحافظ. راستی بچه نظرتون در مورد تیرکمون تفنگه داخل کامنت ها بهم بگید.